اینا نگاه کن کارچی ای سفرف های کارچی سفرف میره که نه یک سومکا 10 کیلو اینا خالی سومکای اینا سپورت نویسندگی سه جوش اینا سکوچکگی اینا ما ایگون ممکنه اما آدم برده باشه سومکای دو در اتره سومکای دامونجا مونده باشه بسوی بعد ما در رویش کده باشه نه همین سفرف کدو میای این همیره افتان در کور کارچی این همین سفرف این همین سفرف افتان در کور. السلام علیکم دوستان عزیز، خواهش میکنم بعد این ویدیو را که دیدی ویدیو را التماس خاص به خاطر این برادر ما خاص به خاطر خدا موندیمش من میخونم با دقت گوش کنید دوستان عزیز. نویسنده همین صاحب سومکه را گم کردگی برادر ما نویسه: السلام علیکم برادران، من آدینه سیدعلی روز 11 ایول از شهر کلو با مسکو ایروپور ژوکوفسکی آمدم. ای تماژنیک گذشتم سومکم نیافتم. در سومکم دو پر پاپوشی، یک کاپشونکا، بروک، فوتبالکا، بریژه، کاستوم، یک کورتکای سرخ و دیگر چیزها دارد. سفر و نگاه کنید دوستان اینجا به دقت. سفر و میرزا شریف سومکای خودش را نشناخته سومکای مرا برده است. یعنی که هم تقایی میگه 40 سال 45 50 ساله بوده نشناخته سومکای اخیلا ای داده را برده اما سومکای ای تقایی عبرت نگشته در کلوبای. من رقمای هم برادرها در اکران میمونم، التماس زنگ بزنید به این برادرها. تقایی جان من میفهمم که اینجا شما یگون فکری بزن نکنه برادرها دشنام نکنه، فقط دق شو دو کنه که الحمدلله چون برادرها هستن نشناخته سومکای یکره برده. در وقتی که صاحب این سومکای نه تقای سومکاش کی نگرفته ابرانش سومکای تقای در کلوبای. التماس برادر جان سفر و میرزا شریف سومکای خطا میتونی از شهر کلو بگیری با این رقم ها التماس برادرها پنگ کنه اگه ما صورت پاسپورت بچه مونده نمیتونیم تا همین سفر و میرزا شریف ببینه و همین سومکا التماس خواهش میکنم هم یک لایک یک کامنتر خوب بنویسه تا هم ویدیو را می پیش میبره. کامنتر یعنی که اکتیوی چم ویدیو را ساز میکنه با اون خاطر مزارا میکنیم تا هم برادر صاحب شه بیا یعنی سومکاش بر بگردونه برای عده چیزی قیمت داره که یاد اکران گفته نمیشه. خدا نگهبان تو خواهش میکنم تا جان زنگ بزن با صاحب سومکا التماس برادر ویدیو را پاک کنه. السلام علیکم دیرم شده میپردم.